با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی کانال فال به بهار در خدمتتون هستیم با یک فال کلی در رابطه با سال 2024 سال جدید میلادی رو به همه دوستای عزیز تبریک میگم. امیدواریم که هموطنای ما در هر کجای دنیا که هستید این سال جدید براتون خوشیومن و مبارک و میمون باشه و اون چی که تو دلتون هست، هر آرزویی که دارید به بهترین شکل و بهترین وجهی از خدای بزرگ دریافت کنید و پیروز و موفق باشید. مخصوصا توی این سال جدیدی که با طالع‌بینی چینی میدونیم که سال اژدها هست، سال قدرت، سال نشون دادن، سال خودنمایی، سال بزرگی و به هر حال پیروزی‌های بزرگ و موفقیت‌های بزرگ. همچنین تغییر یون 8 به 9 رو داریم که فکر می‌کنم در هر 20 سال داره اتفاق میفته و امسال چون سال آخری هم هستش که به هر حال 8 به 9 یعنی شروع 9 رو داریم که خودش اصلا خود 9 یک رقم بسیار خاصی هستش توی علم ستاره شناسی و میدونید که یک تغییر اساسی داریم امسال. برای خانم‌ها مخصوصا سال بسیار خاصی هست، سال موفقیت‌های بزرگ و ویژه‌ای هست. یک مقدار سعی کنید فعالتر باشید تو این سال، مخصوصا خونه هاتون اگر بلد نیستید یه ذره حالا جستجو بکنید، توی سرچ بکنید توی اینترنت، الحمدلله تو دست همتون هم موبایل هست، یه کوچولو راجع به فنگ شویی تحقیق بکنید و خونه‌تون رو پاکسازی بکنید. سعی کنید که چیدمانتون بر اساس این انرژی‌های خاص که کجا مثبت هست کجا منفی هست یکم فوکوس داشته باشید روی این مسئله. میتونید استفاده خیلی زیادی از سال آینده داشته باشید. و البته ببخشید که ما تبریکمون یکم دیرتر داریم میگیم، به خاطر اینکه من دیدم تمام کانال‌ها خیلی شلوغ حسابی و بتونیم یه ذره سرتون خلوت بشه که ویژه تمرکز و فوکوس داشته باشید اینجا و هم سال نو رو بهتون تبریک بگیم، هم که ببینیم سال آینده، این سال نو میلادی چگونه خواهد بود از نظر احساسی، کاری، مالی و پیام فرشته‌ها تو این سال برای شما چی هستش. در هر صورت برای همه هموطنان مسیحیمون و همچنین همه دوستان عزیزایی که سال نو میلادی رو جشن گرفتید براتون آرزوی بهترینا رو دارم. تبریک میگم بازم به همتون. انشالله که سال خوب و پرباری داشته باشید. بریم سراغ فال امشبمون که در مورد سال 2024 هست و انشالله که یه سال ویژه و خاص باشه، همونجوری که از اسمش معلومه، از این قدرت اژدها بگیرید برید تا الاخر. خب اولین مسئله که میخوام توش ببینیم، مخصوصا برای سینگلا، ببینیم که از نظر احساسی قراره چه اتفاقی بیفته. آیا امسال کسی تو زندگیتون میاد؟ و حتما که میاد و شخصی که میاد خاص شما هست، دوست دارید و رابطه احساسیتون چگونه خواهد بود. در هر صورت کسایی که نیت احساسی دارید، اول نیت رو به حساب عشق و دوست داشتن و احساسی میریم جلو که انشالله سال پربار از نظر عشق و مهربانی و دوست داشتن داشته باشیم. خب ببینیم که اوراکل احساسی به شما چی میگه. سال 2024 برای همه شما دوستای عزیز چگونه خواهد بود؟ خب هدف دارید توی این سال، با هدف یا ممکنه بعضیا کراش داشته باشید یا ممکنه که کسی رو دوست دارید، بهش دارید فکر میکنید و دارید جلو میرید، فکرتون داره جلو میره و میگه که اگر کسی رو در نظر داشتید تو گذشته، این رابطه یه ذره نیاز به انرژی بیشتری داره، ولی اگر کسی رو هدف گرفتید باید انرژی بدید به این رابطه و جلو برید. هرچند که چمیستری افتاده، انگار که یک نیروی ناخودآگاه شما رو داره به سمت همدیگه هل میده و یا اینکه جذب دارید میشید نسبت به همدیگه و دارید جلو میرید تو این رابطه و اون شخص هم نسبت به شما همین حس متقابل رو داره و گاهی وقتا انگار شما نسبت به هم تلپاتی دارید، به هم دیگه دارید فکر میکنید یا قلباتون داره با هم صحبت میکنه و حتی اگر حرف هم نزنید یه وقتایی ممکنه که حس تلپاتی یا حتی از دور دیدن هم دیگه، فکر کردن هم، اینا انرژی میده. ولی این انرژی مثبت یا این احساس دو طرفه برای یکیتون داره یه مقدار وابستگی ایجاد میکنه. حواستون به این وابستگی باید باشه
و با اعتماد کنید به هم دیگه و جلو. به امسال ازدواج میبینم برای خیلیا، انشالله که میمون مبارک باشه، خبرهای خوب ازتون بشنویم. پس دیگه به همینجا بسنده کنیم دیگه، عروس داماد اومد ازدواج دیگه، چی بگیم از این بهتر مگه داریم؟ توی مسئله احساسی کسایی که همدیگر دوست دارید ایشالا در سال 2024 این مسئله به یک تعهد برسه. حالا اون تعهد حتما نباید در چارچوب اون مراسم ازدواج ما باشه، میتونه قولی که به هم دیگه میدید، اون احساس دوست داشتن و اون دلا که به هم نزدیکه، از همه چی ارزشش بیشتره. ولی خب تو فرهنگ ما هم این چارچوب هست و ایشالا که حالا هر کجا که هستید با اطمینان به هم دیگه و با اون دوست داشتن و احساس دو طرفه زیر یک سقف بهترین روزا رو در آینده شروع بکنید و بگذرونید. پس توی رابطه احساسی اون که بسیار عالی بود. بریم به سراغ قسمت بعدی، ببینیم از نظر کاری و مالی چگونه خواهد بود. حالا زیر یه سقف رفتید، ببینیم که وضعتون هم خوبه که از همه روزاتون لذت ببرید که ایشالله که هست. خب ببینیم که از نظر مالی کاری به شما چی میگه. خب نیت بکنید. یه دفتری رو دارید میبندید، یه پایان براتون افتاد، یعنی سال نو واقعا با یک شروع، یک استارت تازه است، پر قدرت دارید جلو میرید. ببینید اصلا انگار که حرف میزنن این کارتو با هم و پیشرفت. ببینید یک پایان، هر چی که بوده سال گذشته دفترشو دارید میبندید و دارید تموم میشه میرید کنار. با قدرت باید شروع کنید و پیشرفت دارید، 100% پیشرفت دارید و رو به نور از پله‌ها دارید میرید بالا. عالی. برای بعضی ممکنه سفر مهاجرت باشه یا چشمانداز دوری رو دارید میبینید یا رویاهایی تو سرتون هستش که براش بلند میشید، حتی دوباره باز مسئله احساسی یا هدف یا مسافرت یا مهاجرت براتون میبینم. دست به دعا هستید و حاجت روایی دارید، دیگه از این بهتر چی میخواد؟ حاجت روایی دارید و به نظر میاد برای خیلی سال گذشته ممکنه سال سختی بوده باشه یا حتی عزیزی رو از دست داده باشید یا فاصله و جدایی داشتید، ولی این سال جدید یک شروع دوباره است. اصلا فراموش کنید سال گذشته رو، هر چی که بود در سال گذشته رو میبندید، میایید تو سال جدید، تو این کشور سال جدید وارد میشید و میبینید که عجب گل و بلبلیه. پول فراوون، کار فراوون، دست دوستی فراوون، تو هر کجایی که هستید، حتی اگر رویاتون راه دور هست، جای دور هستش، بازم براتون خوب بینم و هر کجا که هستید موفقیت هست. گاهی وقتا انگار که آسمون و زمین دست شماست و اون چی که اراده میکنید فراهمه و تو دستای شماست. انرژی ها خیلی بالاست، گردش انرژی بسیار بالاست و سعی کنید خودتون اسیر مسائل منفی نکنید و فکرتون رو منفی نکنید. مسائل قانونی نباید باعث ناامیدی شما، ناراحتی شما بشه و برای بعضی تو این مسئله های قانونی یکم نگرانی میبینم، ولی به هدفتون میرسید و جلو میرید. در هر صورت از نظر مالی براتون خوب میبینیم. ببینیم که دنبالش کارتای اوراکل به ما چی میگه. یک شخصی، حالا ممکنه شخص احساسیتونه، همسرتونه، یکی از همخونتونه، به هر حال کسی که شما رو خیلی دوست داره، داره به شما کمک میکنه تو این مسائل. گاهی وقتا ممکنه که از بعضی از مسائل ناامید بشید، ولی پول که از راه برسه دیگه حلال مشکلات دیگه، پولی میرسه و مشکلاتتون حل میشه. سعی کنید زود خودتون نبازید، یعنی با یه چیز کوچیک ممکنه که یه مقدار استرس بهتون وارد بشه، اصلا جای استرس نیست. انقدر مسائل خوب داره براتون پیش میاد، سند زدن، موقعیت‌های خوب، خرید و فروش. برای کسایی که از مسائل خرید و فروش تو سال گذشته ممکنه ناراحت بوده باشید، مسائل مالی خوب، خرید و فروش‌های خوب براتون میبینم و خبرهای خوب. ولی کمک کردنم انگار خیلی به چشم میاد، یعنی اینکه نسبت به همدیگه آدما بی تفاوت نیستن، هر کسی حواسش به اونی که انگار میخواد دستشو بگیره یا ارق و عشقی که به دیگران دارید انگار بهتون کمک میکنه. سعی کنید که یه مقدار پر انرژی جلو برید برای اونایی که بارداری میخواید یا بچه هست و برای کسایی که ممکنه کسی رو از دست داده باشید، یک شروع دوباره، بازم یک زندگی دوباره یا تغییر مکان، یک شروع مجدد، خونه، تغییر خونه و زندگی خیلی متفاوتی رو براتون دارم میبینم. دیدتون اصلا عوض داره میشه نسبت به مسائل و خیلی خوب دارید جلو میرید. مواظب ضرر و زیان ها هم باشید. بعضیا ممکنه که
توی این مسائل مالی، رد و بدل پول و اینجور چیزا ممکنه گاهی تو فکرشون شیطانی باشه و بخوان ضربه بزنن یا براتون، یا اینکه خودتون ممکنه استرس مالی داشته باشید یا اصلا استرسی هستید تو بعضی از مسائل. ولی خب نمیشه گفتم که بعضیام ممکنه یکم شیطون بره تو جلوشون، ولی در هر صورت سال کاری و مالی بسیار خوب براتون میبینم. سرمایه گذاریاتون میتونه براتون خیلی خوب باشه، راهنمایی بگیرید، مشاوره بگیرید و تغییرات بسیار مثبتی تو زندگیتون از نظر کاری مالی دارید. برای اونایی هم که دوست دارید بچه دار بشید، بچه میبینم و در هر صورت کائنات و خدا هوای شما رو هم دارن و میتونه تغییرات بسیار مثبت و خوبی تو زمینه مالی و کاری باشه براتون. ببینید خیلی نگران آینده هستید، مخصوصا ممکنه که حالا تو سر کارتون همکارایی دارید که زیر آب میزنن، نمیدونم تو خانواده‌هاتون یه مقدار ممکنه بلبشو و مسائل و مشکلات و حرف و حدیثایی هستش که ازتون داره خیلی انرژی میگیره و گاهی وقتا استرس به شما وارد میکنه و یا نگران برای آینده هستید، ولی اون چیزی رو که میخواید یا انتظارشو دارید براتون پیش میاد و یا یک انگار فرشته نجات داره براتون میرسه و باز کمک از طرف آدمای خوب و فرصت‌های عالی، دیگه از این بهتر نمیشه. خبرهای خوب، تلفن خوب، منتظر هر چی که هستید. اگر منتظر یک نامه آزمایش، ویزا، پاسپورت، نمیدونم جواب از یک ارگان، به هر حال هر چیزی که دنبالش هستید خیلی وقتا به شما کمک میکنه یا برای شما خبر خیلی خوبی میاد و این میتونه یک شروع، یک موفقیت بسیار بزرگی براتون باشه و حرکت به سمت جلو داشته باشید. در هر صورت سال بسیار پرباری هست و از الان داره انرژی خودش رو نشون میده. ان شاءالله که از این سال به خوبی استفاده بکنید. ممکنه که یه مقدار تلاطم توی بعضی از مسائل کوچیک داشته باشید، ولی خب میتونید حلش بکنید. امسال انگار مردم بیشتر دارن به داد هم دیگه میرسن. ان شاءالله که همینجور باشه و در کنار هم دیگه به آرامش برسید، کمک کنید و سال پرباری رو داشته باشید. ببینید پیام فرشته ها برای شما چی هستش توی این سال جدید. ان شاءالله که اینم پر از نعمت و برکت براتون. کسایی که خیلی دلتون شکسته بوده، خیلی قصه خوردید، میگه با خودتون صادق باشید، از خودتون شاید باید بیرون بیاید، یه چیزایی رو باید از دست بدید و یه چیزایی رو به دست بیارید. بعضی دل شکسته اید تو شروع این سال، نمیدونم سال گذشته چی از دست دادید یا چرا قصه میخورید، ناراحتید، قلبتون شکسته است، ولی کائنات دارن به شما میگن که به هر حال یه چیزایی رو باید از دست بدید تا یه چیزایی رو به دست بیارید. بهتره که حتی شاید خودتون دارید به خودتون اینو زمزمه میکنید یا باور کردید که این از دست دادن این ناراحتی برای شما یه درسی بوده یا یه چیز بهتری داره جایگزین میشه براتون. میگه با خودتون صادق باشید و همینجور هم هست. changing direction براتون افتاده، تغییر میکنه، مسیرتون داره تغییر میکنه. ببینید فرشته ها دارن به شما کمک میکنن، شما به اوج میرید و پشت سر میذارید این ناراحتی رو. حتی اگر عزیزی از دست دادید، اگر منتظر بچه‌ای هستید، اگر بهتون سخت گذشته و از خدا کمک میخواید، همه اینا هست، یعنی داره به دادتون میرسه و تغییرات بسیار مثبتی براتون میبینم. در هر صورت امیدوارم که سال بسیار پربار و خوبی داشته باشید و بهترینه براتون اتفاق بیفته. تا اینجا بگید که از سال نو چه خاطره‌ای دارید. اگر عزیزایی که مخصوصا تو هر کشوری که هستید سال نو با کی بودید، با کی جشن گرفتید، چجوری شروع کردید و انشالله که بهترینا براتون اتفاق بیفته. تعطیلات بسیار خوبی رو گذرانده باشید، شاد و پر انرژی استارت سال آینده رو بزنید، انشالله سال جدید و ببینیم که خدا برامون چی میخواد. انشالله که بهترینا اتفاق بیفته. مرسی از همه شما دوستای عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم بهترینا براتون اتفاق بیفته و روزای خیلی خوبی رو داشته باشید. یه کد جذبم بگم برای اونایی که مسئله احساسی دارن، چون خیلی احساسیش خوب اومد، میتونید از این کدم استفاده بکنید. کد 519916. انشالله که جذب خیلی خوبی داشته باشید و بهترینا براتون اتفاق بیفته. تا دیدار بعد همتون به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.